غرفه داشتیم، مطبوعات غرفه داشت. من تو غرفه مطبوعاتمون بودم. بعد این برنامه رنگین کمان اومد غرفه بغلی ما. غرفه بغلی ما همه ریخته بودن اونجا. داشتم با خانم آل ایوب عکس می‌گرفتم. بعد خاله نرگس و اینا، بعد من اونجا با دوستم نشسته بودم، گفتم چی شد من خاله سارا بودم، هه 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 مثلا میومدم که با من عکس بگیرم. انگار کائنات شنید یکی آمین اصلا کائنات قشنگ نشسته گوش میکنه. بعد انقدر مردم زیاد شدن، من اومدم خانم آل ایوب کمک کنم که بتونم برن. از این پنلا بود برداشتم، ایشون از این زیر اومد بره، گفتم شماره‌ام بده من یه مصاحبه باهات بگیرم. شماره‌شو داد. بعد بهش زنگ زدم، گفت چرا تلفنی حضوری بیا. یعنی دست کائنات از این ور بود. بعد روزی که قشنگ آفیش شدم از درب شمالم آفیش شدم که برم، اومدم سازمان، گفتم که چقدر قشنگ جامعه جمع. چی میشد من کارمند جامعه جمع بودم؟ چی میشد من الان میرفتم واسه اجرا، واسه گزارش میرفتم؟ چی میشد من واقعا اینجا خاله سارا میشدم؟ رفتم بالا و بعد شنیدم که تست میگیرن، تست دادم. خیلی هم سخت بود، یعنی تست دادن و خب خیلی آدم اومدن تست داده بودن. و بعد یه روز دیدم که آره دیگه منم شدم مجری کودک و شروع کردم به نوشتن. از اون موقع خیلی مطالعه کردم. یکم تست رو توضیح بدید. تست دادید چی شد؟ پیش کی تست دادید؟ پیش تمام تهیه کننده اون برنامه گفتن که تست میگیرن، رفتم دفترشون تست دادم. 5 6 تا خانم دیگه هم بودن. بعد گفتن که حالا مدیران شبکه دیدن تست من رو قبول کردن. بعد دیگه اومدم اونجا با صدا پیشه عروسک چرا خانم آزاده مؤیدی‌فر خیلی هوامو داشت. واقعا آزاده دمت گرم، تا همیشه مدیونتم. کارمو خیلی کمکم کرد که بتونم ارتباط بگیرم با بچه‌ها و چون با عروسک چرا کارمو شروع کردم و بچه‌ها دوستش داشتن، کنار اون من رو هم پذیرفتن، چون بچه‌ها خیلی سخت آدما رو میپذیرن. بله خیلی سخت میپذیرن و واقعا من کارمو مدیونشم. و کارتون گرفت و شما هم شدید خاله سارایی. که فهمیدم که نباید فقط به اجرا اکتفا کنم. گفتم سارا ببین اجرا نه، فقط نه، تو باید بنویسی برای بچه‌ها، باید درسشو بخونی، تو این زمینه‌ها کار کنی. شروع کردم به متن نوشتن واسه برنامه، بعد کارگردانی و بعد درسشو خوندم و من سال 80 فکر می‌کنم 4 یا 5 بود تهیه کنندگیمو شروع کردم با کار 20 ساله در شهرستان. بله.